به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان، بین روزه و تقوا، بین این دو چی نزدیکی است، چی قرابتی هست؟ روزه این تقوا هست. الله تعالی گفت که وقتی درباره روزه حرف زد گفت لعلکم تتقون، شاید که شما تقوادار شوید. یعنی بیناشون خیلی نزدیکی هست. حسن بصری رحمت الله علیه روز با شاگردانش نشسته بود و حلوا میخوردن. یک ناسی که از نزد اونها گذشت و او را نیز مرحمت کردن که از اون چیز تناول کند. اون مرد گفت نه، من نمیخورم، چون شکرش را به جا آورده نمیتوانم. حسن بصری به شاگردانش گفت چقدر احمق است. آیا نعمت آب خنک را که هنگام تشنگی می نوشد به جا آورده میتواند که امروز از نعمت حلوا خوردن خود را محروم میکند؟ خلاصه چی هست اینجا؟ یعنی که ببینید وقتی که ما روزه میداریم میبینیم مثلا آب خنک در شیشه گرفتگی است. خصوصا اگر شیشه اگر در چی باشد، یخدان باشد، اگر معلوم باشد که آب خیلی سرد است و ما خیلی تشنه هستیم، چه چیز ما را از نوشیدن آب منع میکنه؟ یا مثلا در یک اونجا طعام باشد، مثلا از بازار میگذرد مثلا دودی کباب میبیند، مثلا چه چیز وای منع میکند که بچه نخورد، در حالی که میتونه که وای خرد برات خونش خورد، ما معلومش که نمیبیند. لیکن اون چیزی که او رو پیشش رو میگیرد این تقوا هست، این ترس خدا هست. خب بنابراین روزه این مکتب تقوا هست. مثلا یعنی بسیار انسان ها هستن که میگه که من نمیتونم که از ناس جدا شوم، نمیتونم از سیگارت جدا شوم، نمیتونم از زن جدا شوم، مثلا همیشه مثلا شهوتم بلند است و اینو. لیکن وقتی روزه بدارد میبینیم که نوش نمیکشد در اون وقت از صبح تا شام، سیگارت هم نمیکشد، به زنش هم نزدیک نمیشود. یعنی که روزه رمضان برای ما تعلیم میده که تو همه کار میتونی. انسان میتواند از بحر همه چیز برای خدای خودش گذارد، چون که رمضان این مکتب است. یعنی اون انسانی که ناس نمیکشه مثلا 18 ساعت 15 ساعت ناس نمیکشه، بعد ناس میکشه، یعنی که میتونست که 15 18 ساعت ناس یا 15 ساعت ناس نکشه. خلاصه بعضی رو میبینیم که برای خاطر خمار نوشیده، برای خاطر خمار سیگارت کودکشون جنجال میکنن، بالی کودکشون داد میکنن، یعنی به اونها آسیب روانی میرسونن و به این شکل ها. یعنی که ما روزه رو برای خدا میداریم، یعنی نه برای خاطر اینکه از یک سری ما رو منع کردن، اگر اون به دست آوردن نتونیم باید که همون چیزی خودمون رو بالی دیگر رو خالی کنیم. همون فشاری که در داخل ما هست، فشار سیگارت، فشار ناز، فشار فلان، بالی بچت به خالی کنیم با ضربه یا اینکه آسیبی روانی رسونیم. بنابراین رمضان یک مکتبی هست، از این مکتب باید استفاده برد و بعد از رمضان باید اینا پیاده کرد. مثلا اون چیزی که ما قیام اللیل که میکردیم در رمضان، مثل رمضان اون نباشد، کمتر از اونشه. اون روزی که در رمضان می‌داشتیم مثلا رمضان 30 روز نباشته، مثلا در یک ماه یک روز دو روز، در یک هفته مثلا دوشنبه پنجشنبه و به همین شکل. یعنی با همین انسان ملکه پیدا می‌کند، ملکه تقوا، ملکه خودداری. مثلا ببینید پیامبر میگن که من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. کسی که گپی دروغ نمیپرتاد، کسی که تهمت، کسی که غیبت، کسی که فلان نمیپرتاد، برای حاجت نیست که خدا تو از گشنگی تشنگی و هیچ فایده نمیبرد الله تعالی. یعنی روزه این چی است؟ خود را از تمام نمود گناه ها داشتن است، چشم گوش، از زبان همش داشتن است. وقتی که انسان در رمضان میترسد که روزش حبطه نشود، از غیبت میدارد، از دروغ میدارد، از بهتان میدارد خودش. خب یعنی که میشود است که انسان غیبت نکند، میشود است که انسان تهمت نکند، میشود است که انسان فلان نکند. چرا که رمضان ما رو تعلیم میده. یعنی که در آخر آیتی که در اونجا دستور به روزه است، در آخر یعنی این کلمه لعلکم تتقون بیکار آمدگی نیست. الله تعالی حکمت چه میداند؟ حکمت روزه گفت این است که شما تقوا رو یاد میگیرید، خدا ترسی یاد میگیرید. خب به همین قدر اکتفا میکنیم. الله تعالی روزه ما رو قبول کند و تقوا رو همه وقت طول سال برای ما نصیب گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.